در یک دهه کوهستان تاجیکستان شب سرد زمستان فرا رسیده بود. برف آرام آرام میریخت و خانه ها با چراغ‌های زرد می درخشیدند. آدمان به جشن سال نو آمادگی می دیدند، اما کاش سالی نو برای همه خرسندی می آورد. ستاره آخرینی سال نو گم شده است. اگر او را نیابم سال نو نمی آید. تنها دیلی پوک میتواند ستاره رو برگرداند. من برمیگردونم. آدمان دیگر به معجزه باور ندارند. من باور دارم و باوری من تنها نیست. شادمان به آسمان نگریست و تبسم کرد. او فهمید که معجزه نه در جادو است، بلکه در باور، مهربانی و دل پاک است. و از همان شب هر سال وقتی که سال نو می آمد، ستاره در آسمان آن دهه روشن‌تر از دیگران می درخشید. ستاره شادمان.